طرح رصدخانه ملی ایران یکی از طرح‌های کلان علمی کشور و بزرگترین طرح تاریخ علم کشور در حوزه علوم بنیادین است. از اوایل دهه 80 فاز مکانیابی این طرح شروع شد و از سال 88 اولین تیم مهندسی به کار گرفته شد برای شروع فاز طراحی این پروژه بزرگ. زمان احداث گنبد تو سایت این با 2 تا جعل ثقیل ما سازه گنبد رو نصب می‌کردیم. اون سال 99 اینم زمان در واقع ساخت کار عمرانی و کارهای مربوط به ساختمان محفظه و گنبده. یکی از اون دلایلی که باعث شد که من واقعا این کار سخت رو آغاز کنم، چون از روز اول هم میدونستیم که این کار بسیار سختیه. عمده این کار داخل کوهستان، جاهای دور افتاده که 6 ماه سال ارتباطش با همه جا قطعه و فقط با کوهنوردی میتونیم ارتباط داشته باشیم. این بود که منم مثل بقیه آدما دوست داشتم که یه اثری تو این مدت محدودی که در هر صورت زندگی میکنیم یه اثری از خودمون به جای بذاریم و تو این مدت بتونیم یه مثمر ثمر باشیم، بتونیم واقعا دینمون رو به کشورمون، به مملکتمون ادا کنیم. ایده تلسکوپ که ما از اینجا شروع کنیم که ما تلسکوپ حرفه‌ای به معنای تلسکوپ‌هایی که منجمین حرفه‌ای باهاش کار بکنن تو ایران تقریبا نداشتیم. 2 تا مسیر برای میشد داشت. یکی اینکه شرکت‌های تلسکوپ ساز هستن تو دنیا، به اینا تلسکوپ رو سفارش بدیم. ایده بعدی این بود که نه، ما کمک بگیریم از دانش خارجی‌ها ولی تلسکوپ رو دانش طراحیش خودمون داشته باشیم و خودمون تلسکوپ رو بسازیم. علاوه بر اینکه صاحب تلسکوپ میشیم، صاحب دانش تلسکوپ میشیم و صنایع مرتبط با ساخت این تلسکوپ هم یه پله ارتقا پیدا میکنن. یعنی کارهایی میکنن که توی صنایع دیگه متداول نیست و خیلی دقیق‌تر و خیلی چالشی‌تر هست و رشد میکنن برای کار دقیق‌تر و پیچیده‌تر. فاز مکانیابی جلسات بازبینی طراحی مونه که مشاورین خارجی میومدن تهران و من و همکارانم هر کدوم از طرح‌های خودمون تو حوزه مورد نظر خودمون دفاع میکردیم. تیم این پروژه شاید جزو بهترین هایی که توی هر زمینه تخصصی بودن جمع شدن، ولی با تعداد کم، یعنی یه تیم کوچیک ولی خیلی کارآمدی جمع شد. از خدمات مشاوران خارجی هم خیلی استفاده شد. توی همون مسیر طراحی 2 بار در واقع کل مدارک طراحی، چند هزار صفحه مدارک و نقشه ها همه به زبان انگلیسی تهیه شد که مشاورای بین المللی با تجربه که توی دنیا همه معتبر و شناخته شده بودن بتونن در واقع بازنگری کنن، نقطه نظرات رو بگن، اگر جای ایرادایی هست اون نکته ها رو ذکر بکنن. هر قله‌ای، هر سایتی شایستگی دریافت این حجم از سرمایه‌گذاری رو نداره. قله گرگش یه قله منحصر به فرده. سیینگ یا دید نجومی این قله در حدود 7-8 ثانیه قوسی هست که برابری میکنه و همتراز با بهترین رصدگاه‌های دنیا مثل شیلی، جزایر قناری، جزایر هاوایی و خب این در واقع میراث نجومی ارزشمنده که در داخل کشور هست و خیلی از کشورها همچنین میراثی تو در درون پهنه کشورشون ندارن. سایت‌های رصدخانه خصوصیتی که دارن اینه که
یه باد قالب دارن، یعنی عمدتاً باد از یه جهت مشخص به این قله ها میوزه که در بالادست این جریان باد قالب هیچ قله مرتفع دیگه نیست و باد قبل از مواجه شدن با سایت شما با هیچ قله مرتفع دیگه مواجه نشده و توربولانس نشده. به خاطر همین باد کاملا بکر، لایه‌ای و خالی از تلاطم و آشوبناکی به قله میوزه و این کیفیت تصویر تلسکوپ رو خیلی خیلی بهتر میکنه. آقا بفرمایید داخل هم ببینیم. اینجا طبقه سوم ساختمان محفظه است که اینترفیس بین قسمت‌های ثابت و متحرک تو همین طبقه قرار گرفته، یعنی پایه تلسکوپ ثابته، ساختمان بتونی محفظه ثابته، از اینجا قسمت گردان تلسکوپ و گنبد هم از همین ناحیه شروع میشه به سمت بالا و این قسمت چرخانه گنبد همونش که عرض کردم، این سازه 250 تنی گنبد با همه بارهای عجیب غریب محیطی که اینجا بهش وارد میشه، یعنی بادهای خیلی شدید، بار زلزله، یخ و برف و حتی بارهای عملکردی ناشی از دوران گنبد، تمام اینها از طریق 8 چرخ جاری میشه توی ریل و از توی ریل میره توی ساختمان بتونی. دقت‌هایی که توی طراحی و ساخت تلسکوپ هست 1 الی 2 اوردر از دقت‌هایی که تو صنعت متداوله بالاتره. مثلا توی آینه از نانومتر صحبت می‌کنیم، توی مثلا قطعات بزرگ سازه‌ای که همه جا صحبت از میلیمتر و سانتیمتر و ایناست، اینجا از مثلا میکرون صحبت می‌کنیم و اینا همه چالش داره، هم برای طراحیش، هم برای ساختش، هم تو عملکرد در مقابل باد، زلزله، نیروهای جانبی. این باید سازه خیلی استحکام خوبی داشته باشه، صلبیت خوبی داشته باشه. اینا همه نیازمند دانشی هست که این دانش پخش میشه توی جامعه، به واسطه اینکه شرکت‌های متعددی درگیر میشن توی ساختش و افرادی که حالا آموزش میبینن، کار میکنن، اینا علم کشور رو هم ارتقا میدن. اینا شاترهای رصدی هستن، اون گشودگی که در دیواره گنبد وجود داره برای اینکه تلسکوپ بتونه از داخل اون گشودگی آسمان رو رصد بکنه. شاترهای رصدی یه گشودگی از پایین تا سمت الرأس رو در اختیار گنبد، در اختیار تلسکوپ قرار میدن و تلسکوپ میتونه هر نقطه از آسمان رو در هر سمتی، در هر ارتفاعی رصد بکنه. برای اینکه تلسکوپ بتونه رصد بکنه علاوه بر این گنبد باید امکان دوران داشته باشه که هر سمتی از آسمان رو بشه رصد کرد. به خاطر همین گنبد کاملا متحرک ساخته میشه و دوار ساخته میشه که بتونه به هر سمتی بچرخه و اون ناحیه رو رصد بکنه. گنبد این سازه 250 تنی رو همون 8 چرخی که تعلیق شده به آرامی و نرمی بدون که هیچ ارتعاشی ایجاد بکنه و این ارتعاشات باعث افت کیفیت تصویر در تلسکوپ بشه، به آرامی به هر سمت مورد نظر منجم میچرخه و در همون سمت قرار میگیره. ما در واقع توی این تلسکوپ یک سازه‌ای داریم که سازه نسبتاً بزرگی هست، ابعادش حدود 11 متر در قطر 6.5 متر و اجزا باید با دقت میکرون توی موقعیت‌های خودشون قرار بگیرن. سطح آینه باید با دقت نانومتر سطحش کنترل بشه و ترکیب فواصل زیاد و دقت چیزی که خیلی سخت توی صنعت میشه بهش رسید و از این نظر جزء کارهایی هستش که یه کار خاص حساب میشه. اینا پنجره‌های هواشویی گنبد هستند، پنجره‌هایی که دور تا دور تلسکوپ رو احاطه کردن و ما از این پنجره‌ها استفاده می‌کنیم برای اینکه از باد طبیعی قله استفاده بشه که دائما حرارت اطراف آینه و روی آینه رو بشوره و ببره، چون این حرارت پس دادن به محیط باعث یه اغتشاشاتی روی سطح آینه میشه که این کیفیت تصویر تلسکوپ رو کاهش خواهد داد. کف طبقه رصد 3 تا قسمت اصلی داره. یکی قسمت مربوط به گنبد هست که با گنبد میچرخه، قسمت آبی رنگ.
یکی قسمت ثابت هست که در بتون مستقر هست، قسمت وسط، و یکی هم قسمت سینی تلسکوپ هست که باز با تلسکوپ میچرخه. یعنی عملا ما دو قسمت متحرک داریم و یک قسمت ثابت که اینا کاملا با هم تراز شدن و هم مرکز شدن و با یک هندسه کاملا دایره‌ای ساخته شدن. ساختمان محفظه ما یه فضای کاملا خالی از انسان خواهد بود بعد از اینکه ما به بهره برداری کامل علمی برسیم و مهندسین، منجمین، اینها در شرایط رصدی همه در اتاق کنترل در ساختمان خدمات در فضای آسایش که اینجا تعبیه شده مستقر خواهند بود. جایگاه در واقع یا موقعیت ایران به طور کلی در شبکه تلسکوپ‌های متوسط دنیا جایگاه بسیار برجسته است. بسیاری از رویدادهای نجومی هستند که وابسته به زمان هستند، در یک لحظه اتفاق می‌افتند و دیگه تکرار نمیشن. و به خاطر چرخش زمین هر کشوری شانس این رو داره که برخی از این رویدادها رو ببینه، همش رو نمیتونه ببینه. و داشتن یک سری تلسکوپ با کیفیت در نیمکره شمالی و همچنین در نیمکره جنوبی کمک میکنه که دانشمندان با همکاری با همدیگه بتونن کل آسمون رو در 24 ساعت پوشش بدن. بنابراین این رصدخونه به ما کمک میکنه وارد یک جاده دو طرفه بشیم. تا این لحظه ما نیازمند این داده ها بودیم، الان میتونیم داده در اختیار بذاریم و داده های دیگری رو هم در واقع در اختیار منجمین کشورمون قرار بدیم. حالا که به این مرحله رسیدیم، آرزوی اصلی ما استفاده بهینه از این تلسکوپ هست برای پیشبرد علم نجوم و کیهان شناسی